سلام و درود خدمت شما دوستان است. آقا اومدم یک بار برای همیشه این رله بوق، رله آفتومات، رله پنفیش، حالا هرچی که اسمش هم میذارین توضیح بدم پایهاش به چه شکلی که خوب یاد بگیرید. این نمای کلی رله این هست. نمای کلیش اینه، بازش میکنم داخلش هم ببینید. چیز خیلی ساده، یه بوبین داره، این بوبینشه که وقتی که این دوتا پایه های دستور این بوبین بردار میشن، این بوبین میچسبه، آهنربایی میشه، میچسبه و برق از این پایه به این پایه منتقل. خب این تا اینجا پس شد این دوتا پایه های بوبین، پایه های دستور. خب این فیش کجه پایه شماره 30 برق ورودیه. خب این دوتا خروجی هم، یعنی الان در حالت عادی این پایه به این پایه وصل، برق ورودی بزنیم به این، مصرف کننده هم بزنیم به این، روشن میشه، مثلا فنمون چراغمون روشن میشه. الان نقشش هم میذارم که اسکرین شات. این تا اینجا توی محافظ استارت استفاده میشه، توی تقویت استارت استفاده میشه، ضد سرقت از قطع کنه برق کیلومتر استفاده میشه، برای تقویت فن بخاری استفاده میشه، برای هر چیزی که فکر میکنیم سیم ضعیفی داره اونجا استفاده میشه. این توضیح مختصر در مورد رله. تو قسمت‌های بعدی توضیح میدم چجوری پایه‌ها رو بس کنیم و استفاده کنیم.